خب در روسیه هر ماه 20,000 روبل اجاره میسپارم. زورم نمیرسد. اگر از بانک پول گرفته خانه خرم جایز است از مجبوری. اینجا در برادرای عزیز و گرامی مقصد همون معامله بانکی را میگن. یعنی اگر ما وقتی که در روسیه سفر داشتیم بسیاری از برادرها از ما سوال میکردن که ما مقصد از همین بانک های روسیه پول میگیریم، انا خلاص یگان مشروطه میخریم یا یگان ماشین های میده‌تر میگیریم، تاکسی میزنیم با همو، یا اینکه مقصد پول میگیریم یک خانه را میخریم ولی با واسطه بانک، مثال پولش از بانک پرداخت میگیریم. آیا اینا درسته یا نادرست؟ برادرای عزیز و گرامی ما در همونجا هم گفته بودیم و باز هم مثال همون دلیل هایی که در مذهب خودمان هست که اینجا در پیش من هم از المبسوط ایمان سرخسی، هم انا گویم دلیل هایی که در کتاب العنایه شرح هدایه، همچنان از کتاب فتح القدیر ابن حمام آوردن که قال رحمهم الله ذکر عن مکحول عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ربا بین المسلمین و بین اهل دار الحرب فی دار الحرب و هذا الحدیث. اینجا آمده است و هو دلیل لابی حنیفه و محمد رحمهم الله فی جواز بیع المسلم الدرهم بدرهمین من الحرب فی دار الحرب و عند ابی یوسف و شافعی رحمهم الله لا یجوز. اینجا در مبسوط آورده است برادران عزیز و گرامی که از جانب انا مکحول، این مکحول از زمره تابعین بود که ایرا حتی که فمکحول فقیهون ثقتون، حتی ایرا میگن هم فقیه بود هم اهل ثقه بود. وی میارد که حدیثی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته بود است که نیست ربا انا بین مسلمان و بین اهل دار الحرب فی دار الحرب، یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در ملک غیر مسلمان اگر همین معامله بانکی شود هیچی باقی نداره گفته است. این دلیل گفته است دلیل از برای ابو حنیفه و شاگردش امام محمد است و جناب امام شافعی و جناب امام ابو یوسف که یکی از شاگردای ابو حنیفه است، اینا گفتن جایز نمی شود. و کتاب العنایه آمده است قال لا بین المسلم ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، گفته است لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب عند ابی حنیفه و محمد رحمهم الله. اینجا هم همین دلیل آورده است. عنایه هم شرح هدایه هم جناب فتح القدیر هم همین را آورده است ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب. اینا هم همین دلیل را آوردن که یعنی همین معامله های بانکی در نزد مذهب امام ابو حنیفه برادران بین مسلمان و غیر مسلمان یعنی یگان گناهی ندارد، اجازت است.